میدونی این رازایی که من میدونم انجام میدادی الان قدت اندازه قد من بود؟ چرا نمیدونم؟ 3-4 تا راز داره. این رازا رو بهتون میگم تا بچه‌هاتون قدشون بلند بشه. فقط قبلشون قلب سفید و قرمز کن. قبل از هر چیزی خواب بچت باید تنظیم باشه. بعد از ساعت 9 شب اصلا نذار بیدار بمونه. سوسیس، کالباس، فست فود، نوشابه و سویا فقط هفته یه بار بذار استفاده کنه یا اصلا نذار بخوره. بیشتر از 1 ساعت به موبایل نگاه نکنن. بچه نباید مواد آرایشی مثل لاک، رژ لب، چیز دیگه استفاده بکنه. اصلا تعطیلش کن. اینا کارهایی بود که نباید انجام میداد. حالا چند تا کارم میگم انجام بدید بچه‌تون قدش برسه به کهکشان. قبل از سن 18 سالگی تا 20 سالگی بده پشت ساق پاشو حجامت کنن. آقا مصرف هر چیزی که ویتامین ای داخلش داره بده بخوره. مثل بادوم درختی روزی 14 تا 15 تا 20 تا هر چقدر میتونی بده بخوره. هی بده بپره بالا. بارفیکس، والیبال، بسکتبال. و این نکته رو که میخوام بگم هیچ کسی بهت نمیگه. بدون اینکه بخوای خرجی بکنی باعث میشه قد بچت بلند میشه. فقط طرز صحیح خوابیدنشه که سر به سمت غرب باشه، پا به سمت شرق و بدن به سمت قبله که میدان مغناطیسی که هستش قشنگ هم بدن عبور کنه. بدون اینکه چیزی بخوره کاری بکنه قدش بلند میشه. توی کامنت ها 3 تا قلب قرمز بذار برای کسی که دوستش داری میخواد قدش بلند بشه بفرست.